با درودی دوباره به همه بیننده عزیزی رادیو آزادی و آنهایی که منتظر بودند که ما باز در روبروی شما قرار میگیریم. شعله گلخوجه هستم که از پراگ شما را همراهی میکنم و ساعت با وقت اینجا رسو 10 است و متناسباً با وقت دوشنبه رسو 1 و چون همیشه در همین وقت من برای شما تلاش میکنم که در چند دقیقه که داریم سرخط خبرهای مهم تاجیکستان و جهان رو بگویم و همراه با شما ببینیم که این لحظه ها در جهان چی میگذرد. خب طوری شما هم میدونید بعدا یعنی انیقترش بعد از رسو 3 ساعتی دیگر بعضی از این خبرها رو من به طور مفصل برای شما در برنامه خبری شرح میدیم و بعضی از این خبرها بعدا گزارش هم دارند که در اونجا شما میتونید جزئیات رو تماشا کنید و قهرمانان این گزارش رو نیز شما میتونید ببینید. خب البته شروع میکنیم بازم از تاجیکستان که طی روز گذشته و امروز این کشور خیلی پر از خبر است. آغاز میکنم از اون که خلاصه‌ای که نزدیکان زید سیدوف را امیدوار کرده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاجیکستان طلب نمود که در مدت نیم سال آینده این صاحبکار شناخته را از کنج زندان رها کرده برایش جبران پولی نیز پرداخت کند. بعد چنین تقاضا نزدیکان زید سیدوف امیدوارند که رئیس جمهور کشور به پرونده او توجه خواهد کرد و او به آزادی میبراید. باید بگویم که زید سیدوف نزدیک 5 سال است در محبس قرار دارد و طبق حکم دادگاه باید در مجموع 29 سال خود را پشت پنجره گذراند. البته این خبر تفصیلات بیشتر از این دارد چون همکاران ما با پیوندان زید سیدوف صحبت کردند و شما با تماشای برنامه خبری میتوانید جزئیات آن را بفهمید. شرکت برق توجیک به خدمات ضد انحصاری درخواست ارسال کرد که نرخ برق در تاجیکستان بالا برده شود. گروه کاری مقامات پیشنهاد کرد است که نرخ برق در تاجیکستان قیمت شود و مسئول خدمات میگوید حرف نهایی را در این زمینه حکومت خواهد گفت و اگر حکومت ضرور شمارد البته نرخ برق تغییر خواهد یافت. در دست ما خبری هست که باید چند فایز نرخ برق بالا برده شود و ما در جریان برنامه برای شما تفصیلات میدهیم. بالاروی نه تنها برق در تاجیکستان بلکه گاز و بنزین نیز در نظر است، زیرا خدمات ضد انحصاری گفته است که نمیتواند شرکت‌های خصوصی را مجبور کند که مواد وارداتی سوخت را ارزان فروشند. اگر در کشورهای تامین کننده گاز و بنزین قیمت آن بالا رود در تاجیکستان هم نرخ بلند خواهد شد. باز این مسئول در رابطه با مواد سوخت چی گفت ما در برنامه برایتان قصه میکنیم. در مسکو غیب زد و در خوجند پیدا شد. نزدیکان یک مهاجر توجیک ادعا دارند که چند روز پیش خدمات مخصوص او را از پایتخت روسیه ربوده و حالا در بازداشتگاه شمال تاجیکستان نگه میدارند. باز هم به گفته همسر این جوانمرد آنها یک مدت در مصر و ترکیه زندگی داشتند و از این خاطر مقامات انتظامی تاجیکستان برای برگشتن این مهاجر به وطن پایفشاری میکردند و شما در گزارش مفصل میتوانید سخنان خود این همسر مهاجر را ببینید و همچنین نظری کارشناسان روس را در رابطه بر ربوده شدن شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در روسیه. باز نوار جنجال برانگیز و چگونه پزشکان قسم هیپوکرات را شکستند. مقامات ازبکستان در پی تحقیق نواری شدند که در آن پزشکان امروزی زنانه جریان انجام عملیات بیرون آوردن سبزی را از عضو تناسل زن به نوار گرفته و آن را به اصطلاح به مسخره کشیدند. این زن را به چنین شیوه همسر بدمستش تحقیر کرده است. حادثه در شفاخانه ترمیز صورت گرفته است و ما در این باره تفصیلات خواهیم داد چون در این باره همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارند. اگر به کار ناندازید مصادره میکنیم. رستم امامعلی شهردار دوشنبه مالکان کارخانه‌های بزرگ که در سالهای 90 خصوصی شده و امروز بیکار خوابیدند چنین شرط گذاشته است. برخی از کارخانه‌های معروف شهر دوشنبه بعد پوش خوردن حکومت شوروی نتوانستند اقتدار قبلیشان را به دست دارند و برخی دیگر هم که فعالیت دارند کارشان چندان خوب نیست. آیا برای به کار انداختن کارخانه ها تنها مهلت و ترس دادن صاحب ملکان کفایه است؟ در این باره ما گزارش داریم. ظاهراً با نزدیک شدن عید قربان که قرار است یک ماه بعد تجلیل گردد مسئله ضبطخانه ها هم در کشور داغ می شود و شما می توانید جزئیات این خبرات در سامانه ما www.azadi.org بخونید و بیننده عزیز تا شروع برنامه خبری ما که
کمتر از 3 ساعتی دیگر باقی مانده است. طوری ما هم میبینیم دقیقه به دقیقه خبرهای بیشتر دسترس همکاران ما در شهر دوشنبه و بیرون از آن میشوند، چون الکی چند روز به این سو نهادهای حکومتی کشور و وزارتخانه ها به برگزاری نشست‌های خبری شروع کردند و این یک امکانیت خوبی است که خبرنگاران ما بتوانند از زبان مقامات تاجیک به سوالهای خود پاسخ را بگیرند و من فکر میکنم که تا آغاز برنامه ما موضوعهای از این بیشتر را خواهیم داشت و اگر شما بیننده عزیزی ما لطف کنید و بعد 3 ساعت دیگر با ما بپیوندید، حتما در جریان این خبر و گزارش خواهید بود. فراموش نکنید من شما را در پخش مستقیم آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی منتظر میشوم و همچنین شما میتوانید برنامه را در www.azadi.org تماشا کنید.